با عرض ادب و احترام خبرهای این ساعت از چینل خبرهای امروز خوش آمدید. من احسان جاوید در خدمت شما هستم. مشروع اخبار. به دلیل بازداشت‌های مکرر خانم‌ها و دختران جوان در اقصانقاط کابل و ویژه دشت برچی توسط امر به معروف و نهی از منکر سبب نارضایتی و تشویش مردم شده است. بعد از شیوع این حکومت سلب حق حقوق شهروندی به ویژه خانم‌ها از بسته شدن مکاتب و دانشگاه‌ها و اخراج از وظایف، حالا بار دیگر حکومت تصمیم گرفته است که نمک دیگر را بر زخم این ملت بپاشد. بارها جوامع مدنی و حقوق بشر خواستار متوقف شدن این بازداشت‌ها شدند، ولی مثل همیشه این صداها با گوش بسته مسئولین حکومت برخورد کرده است. به همین دلیل ما امروز سخنگوی حمارت لیلامی را با خود در برنامه به طور آنلاین روی خط اسکایپ داریم. جناب متی الله مواجه، سلام بر شما. صدای ما را دارید آقای مواجه؟ بله صدای شما را آقای دارم. مواجه، میتونید در رابطه با این بازداشت‌های بدلیل در شهر کابل جوابی برای ما بدین؟ کدام بازداشت؟ بازداشت خانم‌های جوان توسط امر به معروف. والا اگه خبر باشیم. یعنی شما هیچ خبر ندارین از این بازداشت‌ها؟ این موضوعات کل تبلیغات دشمنان اسلام است. ما چنین اعمال شرمانه را هیچ انجام ندادیم و نخواهیم داد. پس این چپن‌پوش‌های سفید که سر هر چهارراهی ایستاده هستند کیها هستند؟ اونا را میگی؟ اونا کل دکتر صاحبا هستن. چه قسم دکتر صاحبا؟ همین اشخاص دختران را به موترهای کاستر بالا کرده و میبرند. شه خود من برای تداوی بردن. برای تداوی به حوزه میبرین؟ شما دختران جوان را آن هم به زور؟ که حتی این عمل باعث خودکشی چندین تن نیز گشته. در این باره چی گفتنی دارین؟ خودکشی خود پروا نداره. ما کندگی خودکشی داریم. دیگر همین مسئله مکتب و دانشگاه های دختران چطور شد؟ دانشگاه نگویی که گپ خراب میشه. بله خبرگوی صدایت نداریم. و بچه چرا این تلفن باز خراب شد؟ لاین چارجرش حتما خراب شده. تو را نگفتم که لاین چارجر را جور کن؟ تو هیچ آدم نمیشی. برو همو کمپل را بیار که تو را آدم کنیم. بله، خوشبختانه ارتباط قطع کردید. ادامه اخبار. کوچ مردم ولسوالی جاغوری به اسپانیا. بعد از اینکه ضامن محمدی به باشگاه رئال مادرید پیوست، با سیلی از طرفداری مردم ولسوالی جاغوری از رئال مادرید و حتی قطع بیعت بعضی از طرفداران سابق با باشگاه بارسلونا مواجه شدیم. و همین دلیل خبرها حاکی از آن است که فروش لباس سفید در جاغوری به شدت افزایش یافته است و مردم از حکومت حمارت لیلامی خواستار پروازهای مستقیم به مادرید کابل شدند. و اگر امکان یک سرگ پخته اختصاصی جاغوری مادرید و جاغوری سیدنی باشد، دیگر توقع دیگر نخواهیم داشت. به پایان مجموعه خبری این ساعت رسیدیم. تا دیدار بعد، بدرود.